هموطنان عزیز سلام، من نصیر احمد هستم، یک تن از کارمندان دفتر MISI. امروز در این ویدیو ما بر شما میگم که چگونه از طریق وبسایت دفتر MISI درخواست خود بر ما ارسال بکنید. شما میرین به براوزر تلفنتان و www.myisi.net را باز میکنین. وبسایت ما را باز میکنین و در قسمت کانتکت شما روی کانتکت کلیک میکنین. اینجا یک سری معلومات شما را میخواد که این معلومات شامل نام مکمل شما است، ایمیل آدرس شما است، شماره تماس شما و موضوعی که با شما با ما درخواست میکنین که ما سه بخش داریم: هاوسینگ اسیستنس، ECM و دولا. و در قسمت پایان شما مسیج خود یا پیام خود که چه مشکل دارین برای ما نوشته میکنین و در قسمت سابمیت میرین، سابمیت میکنین، درخواست شما به ما ارسال میشه و ما با اسرع وقت به شما تماس میگیریم. و قابل یادآوری است که شما میتونین از طریق شماره تماس 916 659 0003 با تماس شده از خدمات ما مستفید شوین. MISI خدمات رایگان برای حل مشکلات شما.